حظ نصیبه هست. الله سبحانه و تعالی در قرآن کریم گفت که یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. الله تعالی شما را در فرزنداتون وصیت میکند که للذکر مثل حظ الانثیین، پسر بچه های شما نصیبه 2 برابر دختر بچه های شما را میگیرد، یعنی دختران شما را. حظ نصیب. خیلی که پیامبر علیه الصلاة و السلام گفتند که و ان العلماء هم ورثة الانبیاء، و علما میراثخوان پیامبران هستند. و ان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درهما، پیغمبرها دینار و درهم میراث نگذاشتند. انما ورثوا العلم، پیغمبرها علم میراث گذاشتند. فمن اخذه اخذ بحظ وافر، کسی که اگر میراث پیغمبرها را گیرد نصیبه مکمل را گرفته است. حظ انا در حدیث هم آمد و در قرآن هم در سوره نساء درباره آیات میراث آمده است. و این حدیثی که درباره حظ پیغمبرها را کسی میگیرد، میراث پیغمبرها را میگیرد، حظ و نصیبه مکمل را گرفته است، امام بخاری رحمت الله علیه در صحیحشان تعلیقا آوردند و امام ترمذی و ابو داود و ابن ماجه در سنن ذکر کردند.